سلام علیکم، زنده سلامت و خانه سلام باشین. همین معنی سری ما چیزی که ما تلفظ میکنیم با همون معنی سری ما قبول میکنه. ببینید وقتی شما میگید من کورم میتونم از خودش میبرم، کو معنی سر شما قبول میکنید یعنی که میتوند. و همراه فکر کردن میگین که من کورم میتونم کرد از خودش میبرم. میگن ایرانی کو تنبلی کاری زشته. تنبلی بسیار کاری چیست؟ زشت است، بد است، کاری بد است. پیغمبر محمد در شما میگه که مسلمانی قوی بهتر از مسلمانی ضعیف. مسلمان قوی چیست؟ یعنی که در حیاتش دائم پیشروی میرود، پیشروی است. مثل که در حدیث که اومده است که مسلمان بهتر کسی است، بهترین انسان کسی است که دائم به خلق منفعت میرساند. شما که مثل که هنر را یاد گرفتید، مثال ما هنر دختری یاد گرفتن به شما معلومات میده، معلومات های منفعت ناکن هست، منفعت میاره برای شما. معلوماتی که من گرفتم از شما که یک مثال کسب یاد گیرید منفعت نمیارید، البته که منفعت میارید. برای همین کسب آموزید. این چی میگن خونه‌سازی، پولشویی، پسودشویی، راهرویی، اینو کسبانه کسب‌های چی میگن میان شکن. ما در رحمتی من در کالخوز کار کرده پنسه برآمده بودم و مدایی میگفتن که شما رنگی من کالخوز کن نشین که جون عذاب میتین، جونتون عذاب نتین میگه رحمتی مادری من که بعد عذاب پیش میکشین. کار جسمی عذابی سختان میتیه. یک راهروی پولشویی، من خصوص پولشویی کردگیم در میرسیه 2 ساعتی پول میشدم در یک روز. گنده کاری وزنینه. من یکم کورس بودم درس میخوندم، شب اومده پولشویی میکردم. بله در یکم کورس کار کرده بودم برای بلیت تاجیکستان کار کنم، برای رفت آمدن تاجیکستان 1 سال کار کردم. هم کاری گنده و یکی شب می اومدم سحر یخ وقتا با یک جور بیدار میشدم که برای درس رفتن. آدم جسمش بسیار وای میکنه، ویران میکنه. چی میگن رفته رفته کسل میشه. مادر رحمتی میگفتن که از این کاری کالخوز میگفت پاچام دیگه گرگش نمیتونه میونم فقط میگم میونم در میکنم بشکن پشتم فقط مادر ما دائم مساج میکردیم پشتش دستش دائم مساج میکردیم و خسته به یک جا میرفت. برای کاری همین جسمانی انسان تیز وای میکنه، کسل میکنه، تیز پیر میشه، انسان پژمرده میشه. همین کاری که خیلی از کار روانی هست، مثلا ما این سرقت کار میکنه فکر میکنه آدم پژمرده نمیکنه. ایره از مادر رحمتی هم فهمیده بودن که مادر رحمتی میگفتن که ماینه سرقتی بچه‌م فکر میکنه مونده میشه خامل میخزی ماینه سر با کار رفت نشون میده، لیکن جسم قتی موندهش دیگه خود خزی کو جسم بهتر جواب نمیده دیگه. جسمی که در یک جا میسو گنده و وای کده باشد انسان مونده کده باشه میسو میبینن خانه میسازن در اینجا میسو رسیه پولشویی، راهروی، پسودشویی. برای همین جوانان رهبر ما جناب عالی پیشوای ملت رئیس جمهور ما محترم امیرالرحمن رحمان میگن که دویم که جوانان آینده ملتن. حتی سال 2017 سال جوانان اعلام کردگی بود میر شهرمان رستمی امالی. برای می شما آینده ملت شعار رئیس جمهور محترم رئیس جمهور رو نکنین، نادیده نگیرین، این شعار رو بکنین، چی بگم از خود کنین که شما آینده ملتی تاجیکستان هستین. شما بنیاد کننده و چی میگن وطن آباد کننده هستین. با در یک برنامه دیگرشون جناب عالی پیشروی ملت رئیس جمهور محترم امیرالرحمن گفته بودن سال 2004 که وطن رو وطندار آباد میکنن. وطن ما آباد میکنیم. ما در کدام عرصه عالم که نباشیم دویم باید که به فکر پیشروی وطن و وطنداران باید باشیم. ببینیم ما اینمی برآمد میکنیم. مثلا من یکی از آن برآمد کنندگان در مثلا چیزی جمعیتی هم در یوتیوب. برای چی؟ من به همین نیت به همین فکر برآمدم که برای پیشروی وطنم، برای چی میگن وطندارهایم رو از کاری بد، از کاری زشت، از کارهای بیهوده دست کشن، سبب دست کشیشون شدیم و برای پیشروی وطنمون و وطنمون آباد کردنش باید باشیم. ما باید که سخنی رئیس جمهور محترم امیرالرحمن برای ما این قانون است. قانون است. سخنی اول الله تعالی رو گوش بکنیم، دویم رئیس بچه‌مون رو باید بشنویم سخنش که چی میگوید. اطاعت کنیم، باید اطاعت از الله تعالی و اطاعت سخنی بچه رئیس جمهور رو باید کنیم که میگوید که وطن رو وطندار آباد میکنند و جوانان آینده ملت هستند. کدام جوانان آینده ملت هستند؟ جوانایی که صاحب معلومات هستند. البته که صاحب معلومات، جوانهایی که در دست دیپلم دارن. باید من دیپلم در شما نشون دهم که شما باور کنید. شما باور نکردید که من دیپلم داشتگی میرسیم. باید من دیپلم به شما نشون دهم فهمید که ما همین انسان ها مثل ما شما آینده ملت میشوین. باید من دیپلم به شما نشون دهم. شما شاید باور نکردید که من دیپلم داشتگی. من دیپلم دیدین؟ این دیپلم روسیه.
کنین نام دیده سن در اینجا اینه فیروزه دکتر فیروزه نصرالدین. انا که قفاشو نشان دادیم دیدین دیپلمی Россия اینه همین دیپلم bu دیدین ای خیل انا bu ای خیل ببینین دیپلمی Россия من همین دیپلم در 49 سالگیم داخل شدگیم در 53 سالگیم گرفتگیم اینه bu بهاوش هم نشون شده مولگی که دیپلم گرفتگی هستن نیست اینی بهاو نه بهاو دین این بهاو برای بهاو کلان میتین رسیده پشت پیش نیستگی دیدین یعنی که خواندن هیچ دیر نمیشود هیچ گاه خواندن دیر نمیشه برای همین چند ساله که هستین داخل شوین خونین داخل شوین هیچ وقت شانس دست ندین همین میلیونرها میگن که از پس ارزوهایتون روین از پس ارزوهایتون اگر نروین کس اومده ارزوی شما میگیرد از خود میگن رفتن میگیرد میگه که زندگی به ارزو شیرین نبود زندگی رو ارزو شیرین نمود بله انا میگونم همتون عزیز من در 49 سالگیم داخل شدم در 53 دیپلم گرفتم زنده سلامت خانم سرپناه باشید میاد برام شما